با عرض احترام مجدد از این خوارا برادرای گرامی بسیار کمک کردین شما. ما قلبا از شما تشکر میکنیم. هدف مشترک ما است که انشاءالله مشکلاتی که مردم افغانستان با دست پای میزنن به اصطلاح مشکلات حل فصل شود و ما بتونیم که مشکل ملی مردم افغانستان حل فصل کنیم. و این فندریزینگ ما بعد از 4 سال است که ما فندریزینگ میکنیم و ما در این مقطع تاریخ با کمک های شما ضرورت داریم. امید است که ما کمک کنین. دیران جرگه صدیق متین خدمتتان امر کنید صاحب. بله شما دیگه چیز نوکرای آیسای دیگه شما کوشش میکنین که گپ از غور میزدین. حالا شما به سطح پشک پیدا کردین دیگه انشاءالله موش میشین. باز موش شما را باز ما برای چاینیزا مندازیم که چاینیزا شما را پخته کنه که لومین خود دیگه ما و کمک شما ضرورت داریم. اگر امکانش باشه که شما خوارا برادرای عزیز با ما تلفن کنین و با ما کمک کنین. ما میریم که یک ویدیو کلیپ خدمتتان نشان بدیم باز پس بیاییم تلفن های شما رو میگیریم. بله دلویا بخون که الله په نامه د ژوندون نړیوال تلویزیون لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې ویاړم چې زه سراج پټان د یوې ځانګړې مرکې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. زموږ دا ځانګړې مرکه ځانګړې شوې ده د امریکا په متحده ایالاتو کې د ډیورنډ جرګې مشر او بنسټ ایښودونکي ښاغلي صدیق متین ته. متین صاحب ستړي مسئ په خیر. سلام مشی صاحب څنګه ایت؟ مننه تشکر. متین صاحب در ابتدا اگر بیاین روی از این مسئله روشنی بتین بر ما کمی ډیورنډ جرګه چی زمان و در کجا به اصطلاح به میان آمد و همچنان اهداف عمده از این جرگه چیست؟ اولا سلام و احترامات قلبی خود خدمت خوارا و برادرای عزیز خود در داخل افغانستان، در خارج افغانستان، در اروپا، امریکا، کانادا تقدیم میکنم. بسیار جای خوشبختی است که من همراه شما در افغانستان هستم و باور کنین که خوارا و برادرای خود در داخل شهر کابل ملاقات کردیم. جای بسا خوشبختی است که با اونا باز موضوعات صحبت کردیم. موضوع مهمی بود که پرابلم عمده مردم افغانستان، پرابلم ملی مردم افغانستان موضوع دیورند است، خط دیورند. ما موضوع کار دیورند در جون 2010 شروع کردیم. به اصطلاح دیورند جرگه یک کمپانی داخل خود امریکا راجستر شده، یک به اصطلاح تحت نام رسمی راجستر شده. تحت از این نام موضوع دایی دیورند ما پیش میبریم. شما میفهمین که موضوع دایی دیورند یکی از مشکلات عمده بین افغانستان و پاکستان است. پاکستان فعلی است. اگر میخواین شما کمی به اصطلاح تبصره کنم میشه متین صاحب راجع به اهداف از این جرگه بر ما روشنی بندازین؟ باز میایم روی موضوعات دگام گپ. اهداف عمده دیورند جرگه به اصطلاح حل مسئله خط دیورند بین دو مملکت است. چرا اگر شما ببینین خط دیورند معنای اصلی چیست؟ به این معنی است که کلی خانه ما و دست مملکت دیگه است. ما آزادی که داشته باشیم نداریم و در این حال اصل موضوع دیورند به اصطلاح امی احترام
افغان ماست. ما میخواهیم که احترام افغان ما بالا بره. افغان ما دائم محترم بوده، رسوخ داشته، اهداف ملی خود دائم در نظر گرفته و دایی دیورند به اصطلاح بلند بردن احترام عزت افغان ما در سرتاسر دنیا به شمول افغانستان و منطقه خط دیورند است. بسیار تشکر. متین صاحب، تا حال امی دیورند جرگه کدام کارهای مؤثر را در این زمینه انجام داده؟ پاچا صاحب محترم، تشکر از سوالتان. وقتی که ما دیورند جرگه را به اصطلاح تأسیس کردیم، ما یک چیز وعده کردیم و وعده ما چیز برای مردم افغانستان، برای بزرگا، برای افغانای ما این طرف خط دیورند او طرف خط دیورند که کارهای ما کارهای عملی خواهد بود. روی از این ملحوظ کارهای کردیم و کارهای عملی بود. مثلا ما دایر کردیم جرگه لندن در اپریل 2011. تماما خوارا و برادرای ما در اوج تشریف آوردن و برادرها و خوارای ما در لندن در زیر پارلمان لندن به اصطلاح مظاهرات را کردن و ما تقاضا کردیم چیزی که مربوط مردم افغانستان است و او به اصطلاح در 1893 از مردم افغانستان دزدی شده. یعنی او موافقت نامه‌ای که عبدالرحمن خان به اصطلاح موافقت کرده بود تنها، یعنی از نظر زبان گفته بود ایره و تا جایی که ما ریسرچ کردیم کدام امضایی را ما نیافتیم تا بالی که امیر عبدالرحمن خان رو امضا کرده باشه. بعضیا میگه است، ما تا بال خودم ندیدیم. به اصطلاح یک بی‌عدالتی بالای مردم افغانستان تحمیل شده بود 1893 و خاکای ما دزدی شده بود. خوارا و برادرها از هم دیگر جدا شدن و این دوام کرد در حدود 120 سال. 120 سال ما هیچ چیز دیگر نمیکنیم، ما فقط حق خود میخوایم. یقینا متین صاحب، بعض از دوستا به این فکر هستند که معاهده از خود شرط و شرایط و قانون داره که در هیچ قانون معاهده به اصطلاح 100 سال تطبیق شده نمیتونه یا معاهده 100 سال طول کشیده نمیتونه. شما پیشتر یادآور شدین که تقریبا 120 سال تا 124 سال میشه که به اصطلاح معاهده خط دیورند امضا شده به گفته بعضشان. بعض دوستا ادعا دارن که اصلا چنین اسناد وجود نداره که به اصطلاح امیر عبدالرحمن خان مور کرده باشه یا امضا کرده باشه و یا به اصطلاح حکومت فعلی پاکستان در اون زمان هیچ وجود نداشت. با بعض از سران انگلیسی معاهده به امضا رسیده. بالاخره شما دمی 2 سال یا 3 سال که می جرگه خط دیورند به اصطلاح برپا کردین و یا بنیانگذاری کردین، شما کدام پیشنهاد امی مسائل به اروپا یا به مقامات امریکایی یا مثلا با بعض مقامات پاکستانی شریک ساختین یا خیر؟ ما میخوایم یک نقطه را به خدمت خوارا و برادر عزیز خود مثلا به عرض برسانم و او است که وقتی که امیر عبدالرحمن خان روی ملحوظات کو در اون زمان موجود بود، برای که حالا ما از نقطه نظر وقت نمیخوایم که در جزئیات بریم، موافقت مثلا عبدالرحمن خان موافقت کرده بود که دولت انگلیس بریتانوی و از نظر قانونی یا از نظر حقوقی به اصطلاح او موافقت نامه تا وقت مدار اعتبار بود که امیر زنده بود و در اون زمان دولت انگلیس بریتانوی. چرا او از مثلا از لوی جرگه افغانستان تیر نشده بود و از ملل متحد تیر نشده بود. این مراحل قانونی و همچنان امو قومای بسیار بزرگ که در چهار اطراف خط دیورند وجود داره، مثلا پشتونستان یا بلوچا، در این معاهده دوستان میگن که شرکت نداشتن. وقتی اونا شرکت نداشته باشن که صاحب اصلی خاک شمرده میشه. چی فکر میکنین این معاهده مورد اعتماد قرار خواهد گرفت؟ اگر شما اجازه بدین که من چون این موضوع بسیار مهم است، یعنی سوالتون ما جواب میتونم، منتها اگر شما من اجازه بدین که در این قسمت من کمی تشریح بدم. برای خاطر که در اون زمان امیر عبدالرحمن خان کتند بریتانوی به اصطلاح موافقت کرد که نیمی خاکای افغانستان یعنی تحویل انگلیسی بریتانوی کنه روی ملحوظاتی که من به شما ذکر کردم.
قراره که من بیشتر گفتم از نظر حقوقی تا وقت مدار اعتبار است که خود امیر زنده بود. وقتی که امیر وفات کرد یا امیر جو نبود، از نظر حقوقی یا قانونی کدام مدار اعتبار نیست. اما روی از این که چرا 120 سال ای دوام کرد، این یک موضوعی است که زیاد وقت در بر میگیره. اما با طور خلاصه ما براتون بگویم تا وقتی که انگلیس برتانیه بود، اوج شرایط افغانستان مساعد نبود که دوباره ادعا کنه از نظر نظامی و اقتصادی که دوباره در مقابل انگلیس به اصطلاح بخزه و خاکا خود ادعا کنه. وقتی که انگلیس برتانوی برآمد، این خاکا را برای پاکستان واگذار کرد در سال 1947 که تاسیس پاکستان است. به این ترتیب ای که 120 سال هم دوام کرده، این هیچ مدار اعتبار نبوده. ای تنها مردم میگفتن، اما ما ندیدیم جایی که مدار گفته باشه که برای 100 سال این مدار اعتبار است که 1993 تا 1993 مدار اعتبار است که 100 سالش پوره میشه. به این ترتیب او وقت خاک ما بود. یعنی تمام خوارا و برادرای ما از طرف خط دیورند اونا میخواستن دوباره با وطن اصلیشون که برات از افغانستان باشن یک جا شون، اما روی ملحوظاتی که من ذکر کردم نتونستن. و در اون زمان هم پادشاه سابقت یک دفعه یعنی کوشش کرد که این موضوع حل کنه و نتونست، نظر به این که از نظر قدرت نظامی شرایطش مساعد نبود. متین صاحب، به نظر شما رای حل یا رای بیرون رفت از این مسئله چیست؟ موضوع است که خط دیورند مربوط مردم افغانستان است. این دایره ملی است. پاکستان میگه که انگلیس برتانوی مرا به اصطلاح تأسیس کرد. چطور پاکستان تأسیس شد؟ قسمت خاک هندوستان گرفت، خاک افغانستان، انگلستان، هند برتانوی پاکستان تأسیس کرد. از نظر حقوقی تأسیس پاکستان قانونی نیست، برای از اینکه خاک ما را گرفت و خاک هندوستان تأسیس کرد وقتی که انگلیس رفت. پاکستان میگه که ما میراث گرفتیم از هند برتانوی به اصطلاح. اما حال ما چیزی را شنیدم که در روزنامه یک مضمون برآمده بود، در روزنامه ویسا، که پارلمان انگلیس گفته که ما در زمان جنگ سرد که پاکستان از پاکستان ما طرفداری کردیم، او روی ملحوظ علایده بود. اما از نظر حقوقی ادعای افغانستان صحیح است، ادعای پاکستان صحیح نیست. کی خبر چند روز پیش نمی افغانستان که آمدم در روزنامه ویسا ایره ما خواندم. بالاخره متین صاحب، به نظر شما یا شما کدام رای بیرون رفت از این مسئله را پیشنهاد میکنین؟ رای بیرون رفت از این مسئله یا از این مشکل یا از این جنجال چی است؟ مسئله تو است که خاک ماست، بندر ماست، به اصطلاح پاکستان، دولت پاکستان همیشه از طرف افغان ها یا از طرف افغان های عوام این گپا یا این پیشنهادات صورت گرفته، ولی هیچگاه به شکل رسمی از طرف حکومت یا از طرف سران که در حکومت وجود داره این مسئله پیشنهاد نگردیده. موضوعی که شما سوال میکنید این موضوع بسیار عمیق است و بیات سیاسی افغانستان بسیار مهم است. مگر شما کمی حوصله کنین که ما می سوالایتان یعنی کمی سرشروشنی پرتم. ما میخواهیم که موضوع را به شکل صلح‌آمیز با دولت پاکستان حل و فصل کنیم و قراره که ما امی کارار هم کردیم. ما کت برادرها در اون طرف خط دیورند در تماس هستیم و برادرای این طرف خط دیورند هم اونا توقع دارن که این مشکلی که بین دو مملکت مسلمانی که عبارت از پاکستان و افغانستان است باید حل و فصل شود. اگر ما این بخوایم چطور حل و فصل کنیم، از نظر قانونی با شما من تشریح کردم. اما این که پاکستان میخواد که این موضوع را اگر میخواد این موضوع را که حل و فصل کنه، هم علم دایی دیورند هم با مفاد پاکستان است هم با مفاد افغانستان. اگر ما بتونیم دولت افغانستان و دولت پاکستان به اصطلاح ما یک پیشنهاد کنیم با امریکا یا با ممالک ناتو که از نظر اقتصادی یک پکیج را تیار کنه که در اون مناطق به یک انکشاف اقتصادی بیاره، این با مفاد هر دو مملکت است. تشکر. متین صاحب، روحیه افغان هایی که در اروپا یا در امریکا زندگی میکنه، روحیه اونا راجع به این موضوع چگونه است؟ روحیه از اینا ما برای خوارا و برادرای خود در داخل افغانستان اطمینان میتونم که
خوارای برادرایتان در اروپا و امریکا و کانادا فوق العاده در این موضوع یعنی در این موضوع بسیار فکر میکنن و در این موضوع اینا توجه مزید دارن. چرا این به اصطلاح کلی راه حل ملی مردم افغانستان است. مثلا بندرهای ما بسته میشه، مال تجارت در بندر بند میمونه و از نظر از اینکه ما بخوایم ماشینالات بیاریم و مواد معدنی خود صادر کنیم و مواد خام صادر کنیم، باید ما اجازه دولت پاکستان بگیریم که از خود ما معاونت بر خود ما خلق میکنه. به این ترتیب افغانان سراسر اروپا و امریکا کانادا با ما بسیار همکاری دارن. خدا خیرشان بده، خصوصا همشیرایم در اروپا و امریکا بسیار اینا فعال هستند در این موضوع. چرا این دایره است که تمام این مشکلات فعلی که شما میبینید ملی است. نه، تمام این مشکلات فعلی که شما میبینید بین مملکتین زاده همین دایی دیورند است. بسیار زیاد تشکر متین صاحب. اگر دوست داشته باشین که بعض از تصاویر را که شما از اروپا و امریکا با خود آوردین با بیننده عزیز یک جا ببینید و شما اگر این کار کنین ما بسیار ممنون هستیم. چرا می 2 هفته پیش ما رفتیم در مقابل مرکز عمومی ناتو، ما اوجا مظاهره برای انداختیم که به طور عمده 2 خواهش ما داشتیم از ممالک ناتو. یکی موضوع دایی دیورند باید تلفظ شود، دیگه همین راکت پرانی هایی که پاکستان بالای خاک بالای این طرف خط دیورند میکنن، این راکت پرانی هاشون باید استاد شود و دولت پاکستان این باید در نظر داشته باشه که مردم افغانستان مردم صلح‌آمیز است، اما تا یک حد اینا میتونن که مردم افغانستان به اصطلاح تیله کده برن، اما این در نظر بگیرن که مردم افغانستان تاریخ 5,500 ساله یا 6,000 ساله تاریخ داره و اونا دائما قادر هستند که از خاک و ناموس خود دفاع کنن و این ما خواهش میکنیم به طور صلح‌آمیز از دولت پاکستان، از اردوی پاکستان به اصطلاح در این موضوع توجه کنن. بیاین امرای قراره که کرزی صاحب، ما از کرزی صاحب بسیار در قسمت خط دیورند ما تشکر میکنم که اونا بسیار از نظر پالیسی خود بسیار پالیسی فعال داشتن، دائم آمدن چیزی که مربوط به مردم افغانستان بوده اونا وظیفه خود انجام دادن. از وزارت خارجه به اصطلاح اونا اعلان کردن که دایی دیورند مربوط به مردم افغانستان است. دیگه این یک کار است که به اون اساس یقینا بار اول یک رئیس جمهور افغانستان این جرأت میکنه که به شکل واضح میگه که خط دیورند مربوط افغانستان است، مربوط مردم افغانستان در قسمت اعلی مسئله. بسیار زیاد تشکر. به سوالات دیگر هم خواهد پرداختیم. حالا میریم بعض از تصاویر که در اروپا شما فعالیت هایی داشتین با بیننده عزیز. بسیار تشکر. اگر لیدونکو زو په ګډه سره کوم فعالیتونه چې متین صاحب د خپل ملګرو سره په اروپا او امریکا کې درلودل د انځورونو په ګډه سره ګورو، بیا هم هیله مند یو چې زموږ ملتیا وکړئ. قراردادار امضا کنن و وقتی که پاکستان راکت پرانی میکنه بالای افغانستان اونا توجه نکنن، اونا آگاهی پیدا کنن. به همین ترتیب است خوارا برادرای عزیز در داخل افغانستان، برادرایتان بالخصوص برادر کوچک خردتان در فکرتان است و ما هیچ وقت نمیگذاریم که بالای مردم افغانستان، بالای خاک عزیز ما بی‌عدالتی شود، بالخصوص توسط دولت پنجابی آیسای. ما به می اساس به تاریخ 23 اکتبر 2012 به ساعت 2 تا 4 ما مظاهرات را تشکیل کردیم در مقابل مرکز عمومی ناتو و اونا آگاه هستند از اهداف ما. به این ترتیب مظاهرات شروع میشه. تنها به طور مختصر ما این نکات به توجهتان آوردم که ما هیچ وقت افغانستان عزیز فراموش نخواهد کردیم تا که تا خون در رگ‌های ما جریان داره از منافع ملی افغانستان، از تمامیت ارضی افغانستان، از خاک‌های افغانستان، از این طرف خط دیورند او طرف خط دیورند، از برادرای پشتون ما، برادرای افغان ما دفاع خواهد کردیم و مسئولیت تمام سران قومی، سران پشتونای ما، سران افغانای ما در او طرف خط سرند کنن
کتما بیاین یک جای اشتراک کنن. موضوعات دیگر ان شاء الله پسانتر ما صحبت خواهیم کنیم. بسیار زیاد تشکر. افغانستان برای مردم جهان پیغام خود میرسانه، درد خود میرسانه، احساس خود میرسانه و قدرت خود برای مردم نشان میده که تیت میمه بوله غرزنگ را بنده مکړه، تیت میمه بوله غرزنگ را بنده مکړه، زه په ده 70 کیلوی ګړنګ یم، زه په ده 70 کیلوی ګړنګ یم. هیچ طاقت، هیچ امپراتور، هیچ طاقت دنیا نتونسته که افغان و افغانستان تسخیر بسازه. این پیغام از برای کل دنیا و من از تمام دوستا اشتراک خواهش میکنم که مظاهره امروزی مرا مظاهره شاندار، مظاهره بلند و بالا و پیش ببرن و انشالله این نتایج بسیار مثمر خواهد داشت. با عرض احترام مجدد از اینکه دفعه اول است که بعد از 4 سال ما فندریزینگ میکنیم و این کار ملی است، مربوط مردم افغانستان است. اگر سوال چیز داشته باشین ما میخواهیم که سوالای شما رو جواب بدیم. ما تقریبا نیم ساعت دیگه داریم. ما هیچ وقت فندریزینگ نکردیم به اصطلاح و ای که ما توانستیم در ظرف 20 دقیقه در حدود $12,000 برادرها کمک کنن. از شما ما بسیار ممنون هستیم و این دایه ملی است، مربوط مردم افغانستان است. ما در مقابل بی‌عدالتی پاکستان مبارزه میکنیم. از کمکایتان بسیار زیاد تشکر. شما اکاونت نمبرها را دارین، اکاونت در وبسایت ما رفته میتونین شما اگر خواستین که به ما کمک کنین و شما میتونین که از طریق میل ما کمک کنین. ما فعلا این دیگه نمانین فضل جان، شما میتونین از طریق میل ما فندریزینگ در اینجا استارت کردیم. برای که ما میخوایم سایر موضوعات سرش صحبت کنیم و این خود برادرها و خوارا از من بسیار خواهش میکردن که آقای متین شما چی وقت فندریزینگ میکنین. نظر به خواهش خوارا و برادرها ما این کار کردیم. امید است که شما کمکتان از طریقی که شما فکر میکنین مساعد به شما به ما ارسال کنین. ما تلفن‌هایتان میگیریم، سوال چیز داشته باشین ما سوالاتون جواب بدیم. دیران جرگه صدیق متین در خدمت امر کنید صاحب. بله دیران جرگه صدیق متین در خدمت از امر کنید صاحب. ما دیران جرگه صدیق متین در خدمت امر کنید صاحب. بله صاحب امر کنین برادر گل. میبخشین امی پروگرام دیران جرگه است؟ بله صاحب امر کنین صاحب. یک پروگرام بسیار مزخرف است. شما میفهمین که شما که آیسا ارتباط دارین دیگه از شما دیگه چیز توقع. دیران جرگه صدیق متین در خدمت است امر کنین صاحب. بله دیران جرگه صدیق متین در خدمت است امر کنین صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمت است امر کنین صاحب. سلام علیکم. السلام خوارجان گل. آقای متین چطور هستین؟ شما خوب هستین خوارجان گل؟ بفرمایید صاحب. ساعتتان خوب است؟ تشکر لطف کنین صاحب. بفرمایید صاحب. بسیار معذرت میخوایم آقای متین، من میخواستم دمی و مسئله کمکایی که بر شما میشه آیا یک اکاونت است که ما بر از او کمک کنیم یا اکاونت دیگه در ممالک دیگه هم داریم که ما بتانیم در او اکاونت هم کمک های مالی کنیم؟ بله صاحب یک اکاونت در جرمنی است، در جرمنی واس کردیم. انشاءالله شما در وبسایت برین شما میتونید در اونجا کمک کنین. و یک اکاونت در امریکا است که چند ماه شده که ما او را واس کردیم در خدمتتان است. هر وقت خواستین شما کمک روان کنین شما میتونید کمک کنین. برای که تا به حال خود ما
دمی مصارف مثلا به عهده گرفتیم پیش بردیم. شما میفهمین که نوکرای آیسای بسیار بیقرار شده بر از که انشالله ما به هدف خود به زودترین فرصت نائل میاییم. کدام سوال دیگه دارین خواجان گل؟ اگر شما لطف کنین در باره در اکاونت که در شما که در اروپا باز شده، بله. من چون وبسایت نمیتونم برم یا اگر امورا نمیتونین در تلویزیون تا ما از اونا استفاده کنیم روان کنیم، در از اگر در اکاونت های امریکا روان کنیم یک اندازه پول از ما زیادتر میگیرن. همون پولی که ما در اینجا در حساب یعنی عقل زمین بانک بتیم همون را میتونیم به خود دوران جرگه کمک کنیم. زنده باشین. ما صاحب اکاونت نمبر دارم و متاسفانه صاحب آل در پرده تلویزیون انداخته نمیتونم. انشالله اگر شما با ما تلفن کنین صاحب، تلفن ما موجه است، ما براتون اکاونت نمبر اروپا را براتون میتونم. تلفنم در پرده تلویزیون است صاحب. این نمبر تلفن ما از روی تلویزیون برای شما زنگ زدم و دیگه موضوعی که من میخواستم بفهم چی نوع فعالیت های تا به حال در اروپا شما ایره با پا انداختین؟ ما صاحب تقریبا 4 سال است که دیران جرگه فعالیت میکنه برای دست آوردن منافع ملی خود در سرتاسر اروپا و امریکا. ما جرگه را دایر کردیم داخل خود افغانستان. فعالیت های ما جریان داره، یک کار ملی است. ما با این کار خود ادامه میتیم. خورجان شما میشه که اسم مبارکتان مرا بگوین؟ اسم من ماری صدیقی. ماری خورجان امی تلفن نمبرتان مرا بتین صاحب، ما با شما تلفن میکنم ان شاء الله ما چی را براتون میتونم. خب ما از همون خاطر تلفن شما را میگیرم، باز ما با شما تلفن میکنم. بله شورای ما باشیم، ما تلفن با شما تشریح میکنم. خواجان شورای عالی دیران جرگه در اروپا تشکیل شده، در امریکا تشکیل شده، تعداد کثیر برادرای ما عضو شده. ما این شورا اگر لطفا شما صاحب در تلویزیون تلفن کنیم از تلفن خود گرفته نمیتونم. فعالیت اعضا پیشبرد همین دایی ملی هستند و اونا در 3 سال 4 سال است که دایی فعالیت های ملی خود با مصرف خود ادامه دادن ادامه میتن. بسیار زیاد تشکر خورجان. باز من همراه شما تلفن میکنم باید صحبت میکنم. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان است. امر کنین صاحب. آقا متین سلام علیکم. السلام علیکم لالا. اسم مبارکتان؟ ما نامم مسعود قیوم است و امی کان نمره در تلویزیون گرفتم و میخوام $1000 کمکتون کنم. زنده باشین. تشکر قربان، لطف کردین بسیار زیاد. شما از این معلوم میشه جوان هم هستین، شما به این موضوعات ملی توجه میکنین. بسیار زیاد تشکر، لطف کردین صاحب. خواهش میکنم. با امان خدا صاحب. با امان خدا. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنین صاحب. میگم تا که احمق در زیان شما دیگه آیسای دیگه شما چیز کمک هم نکردین. آیسای دیگه ناقرار شدین. دشمنای ملت افغانستان هیچ وقت صحبتایتان سرمتاسی نداره قربانی. فعالیت ملی ما، حرکت ملی ما جریان داره. باز امروز انشالله یک روز میبینید شما که باز خجالت خواهد شدین. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتان امر کنین صاحب. بله دیران جرگه. بله صاحب امر کنین صاحب. میخواستم کمک کنم امرایتان. اسم مبارکتان صاحب؟ نام یوسف است. از فلوریدا زنگ میزنم برات. یوسف جان برای من تشریح کنید از طریق تلویزیون ما بشنوید پول رو شما در کجا مصرف میکنین. شما میتونید جای مصرف چه بفهمم باید. خب 1000 دفعه شما میتونید که برنامه تلویزیونی را مصرفش بتین که هر ساعتش از $350 و این ملی شما خب بیرق کشور ما را در پیش رویتان مانده به نام بیرق چی رقم شما پول جمع میکنین؟ حتما بگوین که پول شما در کجا مصرف میکنین. گفتم بر شما که پول در برنامه تلویزیون و فعالیت های سیاسی در داخل افغانستان، در خارج از افغانستان در اروپا. شما کسی شما حتی کسی نمیشناسه اصلا. خب صاحب بسیار زیاد تشکر از تلفنتان.
دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون، امر کنید صاحب. هلو، بله بفرمایید بیادر. شما آقای متین هستین؟ بفرمایید، ما هستم، امر کنید بیادر. علیکم صاحب، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ چی اول بیادر، امر کنید صاحب. محترم، من میخوایم یک $5,000 کمک کنم، لیکن یک شرط دارم. بفرمایید. یک $5,000 میخوایم کمک کنم، لیکن شرط دارم. شما میتونین بیادر که پیسه تونه تکل کو یک لنگم بزنم و تو چی؟ دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. سلام آقای صدیق متین، عرض احترام دارم خدمت شما. السلام علیکم بیادر گل، اسم مبارکتان صاحب. ما عزیزی سم از جرمنی صحبت میکنم آقای متین. عزیزی صاحب لطف و مرحمت کنید صاحب، شما امر کنید صاحب. ما آقای متین می پروگرام شما را با علاقه‌مندی میبینم، یک پروگرام معلوماتی است راجع به وطن و افغانستان. اما خواهش ما از این برادرای افغانی ما می سگرزنگ میزنن، اول خوب با ادب، اخلاق، تعلیم و تربیت سخن برانن. اگر سوالیم دارن با شما منطقی در میان بانن، چی مخالف چی موافق. بله. اگر ازی که خدای نخواسته با برخورد زشت خود معرفی میکنن، اما اخلاق و ادب و حیثیت خانوادگی و فامیلی خود مد نظر بگیرن. در این مورد امید میکنم که جمله سایر دوستایی که با شما در تماس میشن و با سایر برنامه سازا امید است از جاده ادب و اخلاق انحراف نکنن، بسیار بل خود و به ملت خود یک لطمه وارد میکنن که نمی خواهش ما داشتم آقای متین و بگذارن کسانی که با علاقمندی هر برنامه را دنبال یا گوش میکنن همین و هم پروگرام ها را به مقصد آموزش یا معلومات اضافی خود گوش کنن و بگذارن تا مردم مطالب دنبال بکنن. نمی خواهش داشتم، امید است که دوستا و عزیزا امیر مد نظر بگیرن با نهایت اخلاق و ادب. عزیز صاحب گل، یک موضوع رو براتون بگویم که چون حال فعلا شرایط پاکستان بسیار وخیم شده و امکان عزیز که یک به اصطلاح یک طغیان در داخل خود افغانستان پاکستان با وجود بیاید. این نوکرای آیسای، این جیرخورای پاکستان صاحب، اینا بیقرار شدن صاحب، معمولا این تلفن ها را میکنن و این قطعا بالای روحیه ما تاثیر نداره صاحب. هنوز ما را زیادتر قویتر میسازه. ما خوشتر میشم که اینا این کار میکنن، بر از که اول این نشان میده که ما دشمنای زیاد پیدا کردیم بس این کار ملی خود و این کار مربوط مردم افغانستان است. ما خاک خود میخوایم، بندر خود میخوایم و هیچ وقت ما دل سرد نمیشیم. این کار ما جریان داره. شما هر چیزی که شما بکنین کدام تاثیری بالای روی ما، بالای روی برادرای ما نداره. برادر گرامی، اگر شود که در تلویزیون شما تلفن کنین، شما تلفن میکنین دیگه به این ترتیب شما هر چیزی که میکنین من اینجا شیشته میبینه، شما شخصیت شما نشان میده که شما یک نوکر آیسای هستین. و چندین تلفن های که آمد از ورجینیا آمد که شما حالت پشک با خود گرفتین، اما ما تلفنتون اینجا گرفتیم. دیگه دفعه ما نامتان که تلفنتون بر تمام برادرها ما ابلاغ میکنم. ما یک مردم ملی هستیم. هدف ما خدمت به افغانستان است. قربان، اگر خودت نمیتونی. عزیز صاحب گل بسیار زیاد تشکر قربان، لطف کردین صاحب. خواهش میکنم. ما مقصد عزیز دلسوزی ما با این بود آقای متین کمیر برادرها که اگر با اخلاق خود نجابت فامیلی خود متضرر میسازن، اما به خاطر نجابت فامیلی خود باید از اخلاق و ادب درست کار بگیرن. می آرزو رو دارم. اگر ما آقای متین موفقیت شما را آرزو میکنم. زنده باشین، لطف کردین صاحب. زنده باشین صاحب. تشکر. سلام صاحب. بله دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون است، امر کنید صاحب. بله امر کنید صاحب، بفرمایید. بله متین صاحب هستی؟ السلام علیکم برادر. بله امر کنید صاحب. جور هستین صاحب؟ صحت شما خوب است؟ اسم مبارکتان صاحب، لطف کردین صاحب، امر کنید صاحب. ما از آلمان شما را زحمت میتم. اسم مبارکتان صاحب؟ اسم ما احسان از آلمان شما را زحمت میتم. امر کنین احسان جان. متین صاحب شما از حق مردم افغانستان دفاع میکنین. این خائنایی که بر شما زنگ میزنه، شما را اذیت میکنه، او اصلا نماینده پاکستان است، نماینده ایسوای است
و او مردم باید خجالت بکشه. اصلا ناموس نداره که خودت تهدید و توهین میکنه و هیچ کدام نوع چیزی کم از تو کم نمیکنه. و ما مردم پشت هستیم، زن و مرد کلش از تو دفاع میکنم و حیثیت نداره که نمیگه پاره به توی الفاظ استعمال میکنه. پروانه داره برادر گرامی. این بعد از 4 سال چرا در ابتدا یا فکر میکردن که کار جای نمیره، حال یا تهدید فکر از طرف ما به اصطلاح بادارایشان تهدید میشن و منافعشان از دستشان میره. امی اقتصاد جنگ پولا رو در جیبای زیام اندازه، اگر امی جنگ خلاص شوه اینا منافعشان از دستشان میره دیگه. یا میخواین که امی موضوع رو دوام بتن، هیچ کدام تاثیر بالای ما نداره. دیدین ما هنوز خوشتر شدیم که ما یعنی مخالفت زیاد کتما شوه، ما فکر میکنیم کارهای ما موثر بسیار زیاد واقع شده دیگه. بیادر گل روی تو میبوسم، بسیار زیاد تشکر. انشالله که در تلفنتون باز با ما تلفن کنین، امروز شما ما صحبت کنیم صاحب، از نزدیک شما رو ببینم صاحب. یک جهان تشکر. نمره تلفن ما شاید پیش شما حساب شده باشه. اینجا بسیار مردم علاقه به پروگرام شما داره و بسیار مردم طرفدار شماست. زنده باشین صاحب. امی تلفن ما در پرده تلویزیون است، نمره صاحب شما بگیرین باز با ما تلفن کنین، امروز شما ان شاء الله ما صحبت میکنم صاحب. بسیار زیاد تشکر صاحب. بله آواز ما میشنوید صاحب؟ بله میشنوم. تشکر صاحب، بسیار لطف کردین از تلفنتون، بسیار مهربانی کردین صاحب. السلام صاحب. السلام صاحب. دیران جرگا صدیق متین خدمتتون است، امر کنین صاحب. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم بیادر گرامی، امر کنین صاحب. جناب علی ان شاء الله خوب جور تیار والله صاحب خود به هر صورت ما پروگرام شما را اذیتمون نمیکنه و بسیار مقبول پروگرام. ما همیشه پروگرام مقبول شما را صاحب گوش کرده و واقعیت های بسیار مقبول و به جریانه که مثلا امی شرایطی که تیر شده یک مدت زمان بسیار طولانی شما برای وارده نیست برای کل مردم ما شما هر کسی را بفهمه واقعا دیگه. و تشکر بسیار زیاد، لطف کنین صاحب، زنده باشین صاحب. دیران جرگا صدیق متین خدمتتون است، امر کنین صاحب. بله سلام علیکم. السلام بیادر گل، اسم مبارکتان. من نعیم هستم، از لندن گپ میزنم. نعیم جان چی حال دارین بیادر؟ خوب هستین ان شاء الله؟ دانتون جور تشکر. ما یک هفته پیش دمیجم یک موضوع شما گفتین که بسیار زیاد موضوع خوبی است. بله. یعنی ای که در اقتصاد یک کشور اگر در این زمان خوب نباشه و رای به بحث نداشته باشه او کشور هرگز روی آرامی را نمیبینه که فعلا در افغانستان جریان داره. بله. و این را یگانه رای در مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین است که همینجا فعلا در افغانستان موضوع پشتو فارسی و هزاره را کنداختن که اینا نتونن اتحاد کنن و یک یعنی با هم یک رای را به خارج. یعنی فعلا افغانستان مانند یک زندانی است که در او زندان همه مردم یعنی مردم همی افغانستان در یک خانه قید هستند و فقط سر جیره زندانبان ها جنگ دارند که تو بگی برادر این جیره است. بله. این فایده نداره، سر از این جنگ دارین، نه فارسیش فایده داره نه پشتو موضوعاتش دیگه. باید رای پیدا شود که از امی زندان و از امی جیره خوری زندانبان ها باید رای به بیرون از زندان پیدا شود که او را در گوادار است و او در پشت به اصطلاح می سمت است که پشتون و بلوچ و اینجاست که اگر اینمی نشه باور کنین اگر گلبودین طالب اما موافقه کنن برن بازم دم به مردم زیر پای پاکستان است. یک روز که بندر سرت بند کرد دیگه گوش نماندی، باز نه اوج پختونوالی به درد میخوره نه اونجا تاجکوالی به درد میخوره. ناموس اقتصاد خانه یعنی دروازهش کلیش به دست مردم دیگری است که هیچ اونجا غیرت نمیمونه. این موضوع بسیار زیاد مهم است به مردم افغانستان که ای را بفهمن و هرگز روی آرامی را نخواد دیدن، خصوصا در جایی که نمی منابع اقتصادی است. مگر یک چیز دیگر را ما میخوایم برای شما بگویم برادر. اول ببینین اکثر پروگرام کسایی که پروگرام جور میکنن، یعنی شما رو نمیگم در مجموع
میخواین خودم معرفی کنن خودم. اگر شما در این ارتباط میخواین که صادقانه باشه، چون شما نه پشتو را یاد دارین درست که من تا جایی که میفهم دیدیم پشتو گپ زدنتان is very funny the way you talk. مثلا باید شما یک دو نفر دیگر را به این طرف به اون طرف برادر پشتو زبان برادر بلوچ بشانین اگر صادق باشین. و شما ضرور نیست که من صدیق متین هستم لوی جرگه رئیس شستم فاندر. بسیار زیاد تشکر. نظرتون شنیدم، بسیار لطف کردین صاحب. دیران جرگه صدیق متین در خدمتتون امر کنین صاحب. بله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم صاحب، امر کنین. اسم مبارکتان صاحب. محمد بشیر احمد زایم در المرن نمیتاق و حلایت. بفرمایید صاحب، امر کنین صاحب. خواهش میکنیم. ما درباره ازی میگفتیم که یکان تا افغانه ما که برای شما زنگ میزنه و شما را عزت میته و یا پوش و پاش میگه به احترام میکنه. اصلا اونا مربوط به ISI پاکستان است و به نفع پاکستان کار میکنه، به نفع ISI کار میکنه. هیچ بری اونا افغان گفته نمیشه. نیو افغان هست و نمو باید که دعوای افغانیت بکنه. و خیلی 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 زیاد متاثر شدیم از گفای ازیاد. ای صاحب ما سر ما تاثیر نمیکنه و شما باید خوش باشین صاحب که سر نوکراش بسیار تاثیر کرده. سر نوکرای پاکستان خیال جیر خورای پاکستان آیسای صاحب. اینا شما ببینین که ما که افغانستان رفته بودم و کسایی که در بودجه پاکستان هست شما هیچ باور نمیکنین که طرف قواری از اینا ببینین. و امی فعالیت های ما در خود افغانستان صاحب یا را به راست انداخت، در مقابل ما صاحب توطئه کردن آیسای صاحب. اما فضل و مرحمت خدا و امی مهربانی برادرها و دوستا و رفیقای ما و اونا قادر نشدن. اینا در خانه خوششتن صاحب پیسای آیسای گرفته میرن صاحب یا ماخته شده میبی خیانت صاحب. بازی بسیار مشکل است که اینا صاحب عادت خود تغییر بتن صاحب. ما بسیار خوش هستیم. بله ما انشالله پروگرام شما را بسیار باشه خب با محبت میبینیم و انشالله این مردم بر شما هیچ هم کتا نمیتانه و انشالله تعالی که ما امید به خدا هستیم که افغانستان هر وقت نام بلند داشته و نام بلند هست و انشالله ما به مقصد به امرای شما به مقصد میرسیم. بالکل انشالله ما نزدیک هستیم. انشالله با هدف امروز ببینید شرایط پاکستان به چی حال است. سعی کنین او ملایی که نامش قادر است از کانادا آمده که از امی برنامه ما مخت به اصطلاح می سیستم مبارزه را صاحب داخل پاکستان است. میگه نه ما آیسای مشناسم نه قوای نظامی پاکستان مشناسم. ما میخواهیم که یک رژیم ملی را در داخل خود پاکستان با وجود بیاریم. شما ببینین امی برادرای هزاری ما مظاهره کردن مقابل رژیم پاکستان و برادرای افغان ما را کشتن در خط دیرند 18 نفر در تاریخ 16 جنوری. اونا مردای خود دفن نمیکنن که دولت پاکستان میگن که باید کسایی که را کشته در دست ما بده. انشالله وضع پاکستان در هم برهم است. ما یک کمک دیگه کار داریم که تیله کنیم پاکستان به اصطلاح اتحاد اتفاق و ای که نوکرای پاکستان که تلفن میکنین 1000 دفعه بیاید تلفن کنیم. تلفن ما هسته رفتیم در داخل خود افغانستان بادار کلانتان هم اونجا آمدن که ما را صدا بزنن و اتحاد اتفاق افغانان دیدن. بسیار زیاد تشکر بیادر گل. تشکر خواهش میکنیم. از آخر اینقدر بگو که مرگ بر ISI و نوکرای ISI. آمین. دیگه مازی که بیادر ما کل چیزها را افتخارانه از جیب خود مصرف کردیم. ما صاحب امی فندریزینگ ما چندان زیاد کدش بلدم نیستم و از توسط خواهش شما می کار ما کردم. اگر شما میخواین آینده کمک کنید شما اکانت نمبر شما دارین و کار ما کار ملی است. اشخاصی که در اینجا کار میکنن که ما اشخاص ملی هستن و شما باز نتیجه کار ما رو ان شاء الله در آینده قریب میبینین صاحب ان شاء الله. السلام علیکم صاحب. ببخشید صاحب قطع کردم. صدیق متین خدمتتون است. امر کنید صاحب. بله دیران جرگه صدیق متین خدمتتون امر کنید صاحب. آقای متین سلام علیکم. السلام علیکم بیادر. اسم مبارکتان از کجا تلفن میکنید صاحب؟ من عزیز بلیکا هستم صاحب. بلیکا صاحب محترم چی حال دارین صاحب؟ احترامات مرا قبول کنین گرامی. انشالله خوب هستین. من خوش شدم که بازم در روی پرده تلویزیون شما رو میبینم. زنده باشین صاحب.
ما به جواب نعیم جان که از لندن تلفن کرده بودن باید عرض کنم که در مسائل ملی زبان هیچ مفهوم نداره. بله بله. ما شما همیشه دیدیم که یک خطر که در طول تاریخ سر مردم افغانستان آمده، مردم افغانستان بدون در نظر داشتن قوم، مذهب، زبان هجوم بردن بر دشمن و دشمن نابود کردن. بالکل صاحب، بالکل. مثال بسیار سادهش در وقت است که ایرانیا که وقت البته فارس بود سر هرات حمله کرد، بدون از اینکه دیگه مردم تا برسه بر نجات هرات مردم میمنه آمد و بعد از او هزارهای برادرای هزاره ما دومین مردم بودن که هرات نجات دادن از گیر قوای صفویای ایرانیا. به این خاطر اینجا با سوال دین و مذهب یا قوم خویش نبود. بله. دیگه دفعهش صاحب در جنگ استقلال افغانستان زیادترین قوای افغانستان در جنگ برادرای هزاره ما شما تشکیل بالکل صاحب، بالکل. اینا آمدن و امرای عبدالقدوس خان اعتمادی یک جای در دفاع از سردات قندار افغانستان که اینجا ببینین در قندار هزاره نبود، کل پشتون بود. جنگ استقلال پشتون ها برا انداخته بود، ولی برادرای هزاره ما به صدها به هزارها از امیر راه ها را پیاده طی کردن و خود به قندار رساندن و از خاک و وطن خود دفاع کردن. بله. حالا اگر ما بگوییم که پشتو زبان به اینجا صحبت کنه، این مسئله پشتون نیست، مسئله ملت افغانستان است. بالکل صاحب، بالکل. موضوعی است که سر ملت ما شما یک ظلم شده. بله. وقتی موضوع ظلم بر ملت ما باشه، هیچ چیز نه رنگ، نه جلد، نه دین، نه مذهب، نه قوم، نه خیش، نه زبان، هیچ چیز مانع اشتراک ما شما شده نمیتونه. بالکل، بالکل صاحب. دیگه صاحب بر شما عرض کنم که شما پیشتر فرمودین که 100 سال و 120 سال از این مسئله دیورند میشه و بسیار پسانها در این مورد چی شده، یعنی خواسته های از طرف ملت افغانستان صورت گرفته، در حالی که در طول تاریخ اولین بار بعد از 5 سال از فوت امیر عبدالرحمن خان گذشته بود که بچهش امیر حبیبالله خان، یعنی حبیبالله خان شهید، اولین نامه را برای انگلستان، نه به هند بلکه به انگلستان روان کرد که ما خاکهای افغانستان آزادیش میخواهیم. بله. یعنی در اونجا تنها استقلال افغانستان مطرح نبود. بله. خاکهای پشتونستان و ایگپا هم مطرح بود و در ضمن برادر خدا که سردار نصرالله خان بود به پشتونستان روان کرد و در اونجا اقوام مختلف که در پاکستان بود اونا را همین مسائل با اونا مطرح کردن و اونا آمادگی خود نشان دادن که وقتی که شما بخواین سر انگلیس حمله کنین ما با دل جان پالوی شما ایستاد هستیم. بله. دیگه به این خاطر امان الله خان هم وقتی که از کابل رفت به طرف در بمبئی تا شد، پیش از اینکه به طرف اروپا بره، پای خود در سر زمین، ببخشید در کراچی وقتی که تا شد پای خود در زمین زد در بندر کراچی. بله. این خاک ماست، ما این را گرفته نیستیم. بله بله. این حال وقتی که بسیار کس شما ممکن است این را دوستا تشریح کرده باشند، ما برای آگاهی برادرای خود که علاقمند مسائل ملی هستند تذکر میتم که در هیچ وقت تاریخ مردم افغانستان این ظلم را که در سردات افغانستان شده فراموش نکرده، بلکه شرایط تاریخی، شرایط ناهنجار منطقوی چون جنگ بین روس و
انگلیس بود ما شما هیچ کار کرده نمیتونستیم. بله. چون در هر طرفی که میرفتیم یک طرف دیگه ضربه میرسان. پادشاهای ما شما بسیار مدبرانه عمل کردن که حداقل اینطور یک آتش در نگیره که خدا نخواسته باعث پارچه شدن افغانستان یا نابودی کامل افغانستان شود. به این خاطر مزیاد وقت شما رو تشکر صاحب. ملیکا صاحب محترم بسیار لطف کردین. خودتون را صاحب که بعض اشخاص معلومات صحیح نداره و اونا طرز تفکرشان شکل به شکل ملی نیست و اونا دائم همون نظر منفی که دارن راجع به مسائل ملی همون رو تعقیب میکنن. این شاید همی که ما شما صحبت میکنیم یک زمینه رو برای اینا مساعد کنه که اینا زیادتر آگاهتر شوند در موضوعات ملی و او کسایی که نوکر اجنبی هستند. شما در طول تاریخ دیدین که دائم نوکر است و ملیکا صاحب محترم ما را رنج هم نمیته و این مرا بسیار امروز خوش ساخت صاحب این کار از یا من صاحب بسیار خوش هستم. بسیاری های از اینا بدون از اینکه نوکر پاکستان باشن یا نوکر یک جای دیگه باشن از نادانی خودی کار میکنه یا از عقده خود میکنه. بله دیگه به این خاطر جای تأثیر نیست، بلکه فقط ما میخوایم که روشن شوند که بیادر مسئله ملی ما و شماست. از این خاطر شما نباید عکس العمل نشان بدید. اگر میتین برای آگاهیتان ما براتون میگم که این مسئله ملی است، این مسئله شخصی و از کدام فرد نیست، از هیچ قوم نیست، از هیچ زبان نیست، از هیچ مردم نیست، از ملت افغانستان است. بله بسیار زیاد تشکر ملیکا صاحب محترم. رویتون رو میبوسم. لطف کردین صاحب. من روز خوش برای شما و شب خوش میخوایم و موفقیتتان زیاد آرزو. زنده باشید صاحب. لطف کردین صاحب. السلام صاحب. السلام علیکم. دیران جرگه صدیق متین خدمت امر کنید صاحب. بله جناب محترم متین صاحب سلام علیکم. السلام علیکم برادر گرامی ما، چطور هستین؟ فامیل محترم خوب است؟ امر کنین. تشکر صدیق جان متین، رهبر صادق و وفادار خط دویرند. سلام به شما و هم عزیزان وطن دوست کشور عزیز ما افغانستان که این طرف خط نام نهاد دویرند است و آن طرف خط دویرند هستند. صدیق متین، واقعا مشکلات و بدبختی کشور ما همی است که کشورهای خارجی علل خصوص کشور آخوندی ایران و دولت نامسلمان پاکستان یک تعداد هموطنان ما را به پول خریدند. بله. و خود را فروختند و سای از وجود طالبا که اکثر هموطنان ما می باشد و سای برای منافع شخصیشان استفاده میکند. به همین بهانه ایالات متحده آمریکا را نیز فریب میدهند و میلیاردها دلار هم از امریکا و از کشورهای غربی به دست میآورند و کار منافقین را انجام میدن. گاهی مسلمانان را میگوید ما با شما هستیم و گاهی کشورهای غرب را فریب میدن که ما در خدمت شما و دموکراسی غربی شما هستیم. آیسای پاکستان توسط تنظیم‌های غلام همه فابریکاهای کشور ما را تخریب نمودند و هدفشان چی بود؟ هدفشان این بود که تمام تولیدات خوب و خراب پاکستان یا کشورشان را به افغانستان صادر کنند و مردم افغانستان که نظر به ضرورت مجبور هستند که از او استفاده بکنند و اینا صاحب میلیاردها دلار میشن. و امروز اینا علت مهم دیگه است که اینا نمیخوان که در افغانستان صلح و آرامی به وجود بیاید. به خاطر اینکه وقتی که اگر صلح و آرامی در افغانستان بیاید و افغانستان در پای خود سال شود، فابریکایش فعال شود، اینا دیگه منافع میلیاردها دلار منافع خود از دست میتن. اینا هم در میخ میزنن هم در نال میزنن و خداوند مردم را اتحاد بده، اتفاق بده که خودت همکاری کنند، همیاری بکنند، کمکتان بکنند مادی و معنوی که در پشت شما استاد شود که این کمکایی که غربی ها میکنند این کمک‌ها به پاکستان قطع شود. این ممالک اسلامی هم به خداوند به قرآن عظیمشان به حدیث مبارک پیغمبر اینا رجوع بکنن که دیگه کمک نکنن به پاکستان که بگذارن که مردم افغانستان یک جای صلح بر افغانستان پیدا شود. در غیر از این بدبختی افغانستان سالهای سال همین رقمی دوام پیدا میکند. همین مردم افغانستان قتل میشه، کشتار میشه، به ناموسشان تجاوز میشه، مگر تمام منافع را پاکستان به جیبای خود میکنن. لعنت خدا به این رقم مسلمانایی که دولت پاکستان هست. ما انشالله ما هم در خدمت شما هستم صدیق متین. تشکر یک جان از شما که شما یک قدر زحمت میکشین. واقعا شما یک فرزند صدیق وفادار افغانستان هست. زنده باشین صدیق جان گل. بسیار رویتون میبوسم. لطف کردین. ما وقت برنامه ما صدیق جان پوره شده، ما از خاطر از اینکه
این دشمنای مردم افغانستان میخواهند که در این کار ما غرچه به اصطلاح تولید کنن. برنامه خود ما تا ساعت 5 ادامه میتیم. ما ببینم که بیاین اگر شما چیز گفتنی دارین بیاین کتما گپ بزنین و اگر شما مردی دارین بیاین مردیتون نشان بتین و در غیر از او ما میاییم به جان آیسای مبارزه میکنیم مقابل آیسای. انشالله ما خاک خود بندرای خود میگیریم. برادرای بلوچ آماده شدن، برادرای هزاره ما آماده شدن، برادرای افغان ما آماده شدن. این جرگایی که میشه در اوجا از پاکستان از کرای خود کوچ داده. شما فکر میکنین که از نظر پولی بر ما کدام مشکل خلق میکنین؟ تا با حال با پول خود کل اعضای دیران جرگه را پیش برده. ما حتی مختار بودم که از کسی ما به اصطلاح غیرت ما اجازه نمیداد که از شما ما پول بخواهیم. این نظر به خواهش شما بود. ما فضل و مرحمت خدا ما از نظر مالی و از نظر زندگی فوق العاده ما آرام هستیم. تمام اعضای دیران جرگه ما شما پولتان در راه خیانت مصرف میکنیم اون غلامی مردم میکنین، ما پول خود در راه وطن خرج میکنیم و میخواهیم که پرابلم ملی مردم افغانستان حل شود. این تفاوت ماست. و شما ببینید ما که تا 6 میشه تا 5 بجه یک ساعت دیگر هم ما پولش میتم شما بیاین با ما تلفن کنید. صدیق جان بسیار تشکر صاحب. صدیق جان متین، حق داده نمیشد، حق باید گرفته شد. بالکل. هر قدمی که شما در این را میگذارین خداوند به شما هزارها ثواب و هزارها اجر بر شما نوشته. زنده باشین برادر گرامی. من رویتون میبوسم، احترامات ما فامیل تقدیم کنید صاحب. همچنان روی شما را میبوسم. السلام صاحب. السلام علیکم صاحب.